به نام خدا. مراجعه کننده ای داریم که متاسفانه به خاطر آسیبی که داشته 4 سال نتونسته راه بره و زانوهاش به این حالت خوش شدن. حالا اینه یه مقدار کار کردیم اومد پایین، اندازه این بالا بود. فشار بده بیاد پایین. آفرین، بیار پایین. کاملا مفصلش رسوب گرفته و کلسیوم کاملا حالت رسوبی خودش رو توی زانو داره نشون میده. به خاطر کم تحرک بودنش این اتفاق افتاده. برو پایین. آروم، نه کج نکن لطفا. آروم آروم آروم. برو پایین. صاف شد. الان داری دیگه استقامت میکنی. این باید بره به زمین بخوره. باریکالله. یکم تحمل کن. پاشو بگیر. آفرین. نمیشکنه، نترس. شکستنی در کارش نیست، نگران نباش. مچ پاشو بکش. آفرین. خب اون پاتو بکش ببینم تا کجا میاد. او یکی. باریکالله. این از پای چپش به همین اندازه هم اگر باز بمونه عالیه. امروز تمام. این صاف شد. این اون نکجه. این کامل صاف شد. تمام شد. 1 دقیقه داد بزن، تحمل کن، نفس تو بده بیرون، راحت بشی. خب خدا رو شکر این یکی پاش کامل صاف شد. این چرا تا آخر صاف نمیشه؟ به خاطر پلاتینی که توی پاش. پلاتینه؟ نیست. و این چرا عمل کردی؟ عمل نکردی. این مال قلب من. نه گفتی شکسته. مال کجات بود؟ آها مچ پاش بوده. ها مچ پاش کج جوش خورد.